یه لحظه چشاتو ببند. به این فکر کن که الان دقیقاً چی میخوای. ممکنه پول باشه، سلامتی باشه، رابطه بهتر با کسی. حالا تصور کن که من بهت بگم میتونی همه اینا رو داشته باشی. حتی زودتر از اون چیزی که فکرشو کنی. نه، این قصه فانتزی و غیر واقعی نیست. این یه واقعیته. فقط باید یاد بگیری که چطور میتونی با دنیا هم فرکانس بشی. خیلی‌ها فکر میکنن برای رسیدن به خواسته هاشون باید بیشتر و سخت‌تر کار کنن. حتی وقتی خستن و امیدشون رو از دست دادن. ولی واقعیت اینه کار اصلی تو پیدا کردن اون احساس و ارتعاشیه که خواسته هات رو به سمت تو بچشه. امروز قراره توی این ویدیو با هم قدم به قدم جلو بریم و من بهت نشون بدم که چطور میتونی از همین امروز شروع کنی. بدون فشار بیخودی، بدون جنگ با خودت یا دنیا، فقط با همراستا کردن افکار، احساسات و اقداماتت میتونی به هر چیزی که میخوای برسی. قبل از اینکه بریم سراغ روش‌ها، میخوام یه داستان واقعی براتون تعریف کنم. یکی از دوستای قدیمیم که اسمش ساراست، سالها تو شرایط مالی سختی زندگی میکرد. همیشه قبضاشو با نگرانی میداد. همیشه از بیپولی و ندارم و نمیشه حرف میزد. وقتی باهاش حرف میزدی همیشه از نمیشه و سخته و من بدشانسم و از این جور چیزا حرف میزد. یه روز توی کارگاهی که منم تو شرکت کرده بودم، مربیمون ازش پرسید که اگه همه چیز برات مهیا باشه چجور زندگی میخوای؟ سارا هم خندش گرفت و گفت من حتی به زور کرایه خونمو میدم. شوخی میکنی؟ مربیم گفت نه، من جدی میگم. حالا تو تصور کن که همه چی داشته باشی بدون هیچ محدودیتی. فقط تصور کن که محدودیتی نداری. و سارا بعد سالها از خونه‌ای که تو رویاهاش میدید حرف زد. از کاری که دوست داشت انجام بده و از سفرهایی که دوست داشت بره. از همون روز تصمیم گرفت بازی رو عوض کنه. هر روز صبح 3 چیز مثبت در مورد خودش و زندگیش میگفت. هر شب قبل خواب 5 چیزی که بابتش شاکر بود رو مینوشت. 2 سال بعد همون خونه‌ای که قبلا آرزوشو داشت و رویاشو میدید رو خرید. این داستان کوچیک بهت میگه که حتی تغییرات کوچیک تو طرز فکر و ارتعاشات هم میتونه مثل یک دومینو اتفاقات بزرگ رو پشت سر هم بیاره. خب حالا که دیدیم این کار شدنیه، بیایم علمی‌تر در موردش صحبت کنیم. قانون جذب یعنی هر چیزی که بیشتر روش تمرکز کنی به زندگیت کشیده میشه. ذهن ما مثل یه رادار دائمی کار میکنه. وقتی توی رادار ذهنت دنبال یه فرکانس خاص باشی، همه دنیا رو از اون زاویه میبینی. مثلا تو قصد خرید یه ماشین قرمز رو داری. یهو میبینی تمام خیابون پر شد از ماشین قرمز. نه اینکه قبلا نبوده ها، بوده، ولی تو فقط چون ذهنت الان روی اون فرکانس تنظیم شده توجهت بهش جلب میشه. حالا اینو بیار تو زندگی واقعی. وقتی به این کمبودها فکر کنی ذهنتون کمبودها رو برات پررنگتر میکنه. ولی وقتی به وفور و امکانات فکر کنی مغزت شروع میکنه راه حل‌هایی رو پیدا کنه که قبلا حتی بهشون فکرم نمی‌کرد. و این همون چیزیه که خیلی ها بهش میگن جادوی قانون جذب. ولی در واقع این فرایند طبیعی ذهن و انرژی توه. بریم سر اصل مطلب. چطور میتونیم اینو عملی کنیم؟ من 5 روش برات دارم که اگه با هم اجراشون کنی میتونی خیلی سریعتر بهش برسی. اولیش تصویرسازی ذهنیه. هر روز 5 تا 10 دقیقه وقت بذار و چشماتو ببند و خودتو تو لحظه رسیدن به هدفات ببین. همه جزئیاتو تصور کن. بو، صدا، رنگ، حتی اون احساس رو. مثلا اگه میخوای یه خونه بخری تصور کن که
کلید دستته و الان در رو باز میکنی و بوی خونه جدید رو حس میکنی. دومیش جملات تأکیدی مثبت. جمله هایی بساز که هم مثبت باشن و هم تو زمان حال. به جای اینکه بگی من پولدار میشم، بگو من الان در حال جذب ثروت هستم. این جمله ها رو صبح بعد از بیداری و شب قبل خواب تکرار کن. سومیش قدردانی روزانه است. یه دفترچه داشته باش و هر روز 10 چیزی که بابتش شاکری رو بنویس. حتی چیزای کوچیک مثل امروز هوا عالیه، من بهترین دوست رو دارم، باعث میشه ارتعاشت بالا بره. چهارمیش حذف باورهای محدود کننده است. هر وقت ذهنت گفت نمیشه، خودت بپرس چطوری میشه؟ این سوال ذهن رو وادار میکنه دنبال راه حل بگرده. پنجمین و آخرین روش عمل همراستا با خواسته. فقط فکر کردن کافی نیست. باید نشون بده که آماده‌ای دریافت کنی. مثلا اگه شغل جدید میخوای، باید رزومت رو بروز و تقویت کنی. یا مثلا اگه رابطه خوبی میخوای، باید رو خودت کار کنی. دوست خوبم، جذب همه چیز به سادگی ممکنه. فقط باید افکار و احساسات و عملت رو هماهنگ کنی. یادت باشه دنیا مثل یه آینه است. هر چیزی که بیشتر بهش فکر کنی برات بازتاب میده. پس امروز انتخاب کن که روی چی تمرکز کنی. از همین الان شروع کن. یه جمله مثبت بنویس. یه تصویرسازی 5 دقیقه‌ای انجام بده و 3 چیز که بابت شاکری رو بنویس. با همین 3 قدم کوچیک اولین موج رو به سمت خواستت میفرستی. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما لایک و سابسکرایب کن و بفرست برای کسی که به این پیام احتیاج داره. فراموش نکن تو خالق زندگی خودتی.